سلام با شما دوستان، امیدوارم هر جایی که هستید حالتون خوب و سلامت باشه. اومدیم با آموزش این که چگونه روی موبایل یک حساب دیسکورد بسازیم. خب در ابتدا کافیه که شما به اینترنت و فیلتر شکرتون دسترسی داشته باشید و روشنشون کنید و وارد پلی استورتون یا همون فروشگاه پلی بشید و برنامه دیسکورد رو از همین برنامه فروشگاه پلی دانلود کنید. خب کافیه که در این قسمت کیبورد رو انگلیسی کرده و دیسکورد رو سرچ کرده و از این قسمت میتونید اینستال رو بزنید و دانلود بشه. حالا استوب میکنم تا ویدیو طولانی نشه. خب هنگامی که دانلود شد کافیه که اوپن یا برنامه رو ببرید و از صفحه اصلی خود گوشیتون برنامه رو اوپن کنید. هنگامی که برنامه رو باز کردید، اگر از قبل حساب داشتید حالا لاگین رو میزنید، اما در حال حاضر باید ریجستر کنیم و یک حساب جدید نیو اکاونت بسازیم. کافیه شما گزینه اول رو کلیک کرده و به این قسمت اینترفون اور ایمیل میگه تایید کن یا موبایلت رو یا ایمیلت رو. حالا فرقی نمیکنه ولی پیشنهاد میکنم به شما بهش ایمیل بدید. ایمیل رو کلیک کرده و آدرس ایمیلتون رو مینویسید. حالا من آدرس ایمیل بهش میدم. هنگامی که آدرس ایمیل بهش دادم نکست رو میزنم. زده دیسپلی نیمی که اسم شما هست، یعنی به نمایش گذاشته میشه. هر اسمی که دوست داشتید انتخاب کنید. حالا من برای مثال میزنم که مستر آموزش، حالا یه آندرلاین همین قسمت بذارم و نکست رو بزنم. خب اینو واسم تاییدش کرد. منتها یوزر نیم هم شد، دیسپلی نیم هم یوزر نیم هم شد. خودش واسم اتوماتیکالی اینو انجام داد و پسورد ازم میخواد. یک رمز عبوری که اوکی باشه، 8 کاراکتر باشه. این 8 کاراکتر شامل حروف بزرگ و کوچیک انگلیسی و اعداد باشه. خب حالا من مثلا می نویسم رمز عبور ما که نوشتم، نکست رو میزنم و زده که date or birth، زده که تاریخ تولدتون رو بنویسید. اوکیش کنید، تایپش کنید. حالا تاریخ تولد مبنایی نیست که دقیق تاریخ رو وارد کنید. میتونید تاریخی که روی ایمیلتون زدید اونو وارد کنید یا هر تاریخی که مایلتون هست. اما چون که اینجور برنامه‌های خارجی یه قوانین برای زیر 18 سال دارن، تایید نمیکنه که شما اگه زیر 18 سال برید داخل برنامه یه چیزایی واسهتون به نمایش میذاره و چیزایی واسهتون به نمایش نمیذاره. پس پیشنهاد میکنم به شما دوستان بالای 18 سال رو اپلای کنید. حالا من میزنم که مثلا سال 1990 4 سپتامبر و کانفرم رو میزنم و این قسمت گزینه پایین رو فعال میکنم و create an account رو میزنم و زده wait are you human، صبر کن شما انسان هستید. کانفرم رو میزنم و باید یه رباتی واسم بیاره که تایید کنه بله انسان هستم. خب بله واسم آورد و زده که spot and pick out each image of a walking capable animal. حالا نمیدونم چی گفته، اما که در رابطه با حرکت کردن حیوانات گفته. خب حرکت کردن حیوانات، حالا این نهنگه داره حرکت میکنه، این داره حرکت میکنه، این ماهیه داره حرکت میکنه
حالا با این یکی ماهیه. نکست رو من میزنم و باز هم همین رو ازم میخواد. حالا این حرکت میکنه، این چند موردی که انتخاب کردم هم حرکت میکنه. حالا در رابطه با بحثی که خودش ازم خواسته زده که please try again، لطفا تلاش مجدد انجام. خب استوب میکنم و این عبور سنجی رو ردش میکنم. خب این صحت سنجی رو انجام شد و تایید کرد که بله ما انسان هستیم. این به خاطر سیستم امنیتی که قوی که داره میخواد ربات ها رو به برنامهش راه نده و تنها اشخاص شخصایی که وارد برنامه رو میشن اونها رو اجازه به ورود به برنامه بده. حالا زده که find your friends، میخوای که دوستاتو پیدا کنی یا نه. حالا رد میکنم من و زده help your friends find you، نه لازمی نیست و اسکیپ رو میزنم. حالا زده که choose profile picture، میتونی انتخاب کنید که از پروفایل های زیر واسه خودتون یا همین به اضافه رو بزنید و وارد گالری بشید و عکس مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید. حالا من استاپ میکنم و از گالریم یک عکس انتخاب میکنم. خب یک اجازه بود که بهش دادم که به گالریم دسترسی داشته باشه و عکس رو انتخاب کردم و تیک رو میزنم که تاییدش کنم و نکست رو میزنم بعدی. خب الان که میبینید بله یک حساب دیسکورد ساخته شد. الان از کسانی که لینک دارید میخوای وارد سرور دیسکوردشون بشید، کافیه که لینکشون رو ضربه بزنید و به برنامه خودتون رو هدایت کنید که مستقیم واسهتون اون شخصی که میخواین لود و آپلود بشه. خب الان بحث ما آموزش ساخت یک حساب دیسکورد بود که ساختیم. الان یک حساب دیسکورد داریم. اینجا از قسمت اد فرند میتونید به فرند هاتون پیام بدید و یا شیر اینوایت، از همین قسمت شیر اینوایت میتونید از قسمت شیر اینوایت یا کپی لینک واسه دوستان آشنایان ارسال کنید و با ضربه زدن به شما بپیوندن. حالا میخوایم یک سرور واسه خودمون هم بسازیم. چگونه سرور بسازیم؟ خب میبایست که روی به علاوه کلیک کرده و زده که create your server، انتخاب کن سرورتو، درست کن سرورتو. الان این مرحله درست کردن سرور هستش. میخوایم که گیمینگ باشه، اسکول کلاب باشه، استادی گراب باشه، فرندز باشه، آرتیست باشه و لوکال کامیونیتی باشه. حالا ما میخوایم در بحث مثلا استادی گراب باشه و زده که for a club or community for me and my friends، دومی واسه دوستانه اما اولی واسه اکثر افراد هستش. اولی رو میزنم و باز هم یک عکس این قسمت انتخاب میکنم که واسه پروفایل سرورم باشه. خب عکس چنل رو انتخاب کردم و create سرور رو میزنم. خب create سرور رو که زدم لینک سرور رو به هم میده. به هم که داد میتونم از این قسمت کپی کنم بردارم. الان لینک کپی شد، واسه دوستان ارسال کنم یا از همین قسمت شیر لینک واسه تون بیاره. از هر برنامه که دوست داشتید انتخاب کنید واسه شون به اشتراک بذارید. حالا من دانو میزنم که این مرحله تموم بشه مثلا. خب الان میبینید که چند قسمت واسه شما لود شده. الان تمام این قسمت های یک قسمت عذرخواهی میکنم، یک قسمت اینفورمیشنه، یک قسمت تکست چنلز هست، یک قسمت وایس چنلز. حالا ما میخوایم وایس چنلز یعنی صحبت کردن یا تکست چنلز. میتونید اسم گذاری کنید، با برنامه کار کنید، یاد بگیرید برنامه رو. وقتی یاد گرفتید میتونید واسه خودتون چندین مورد
لاین بخش درست کرده و از این قسمت ها استفاده کنید. این خلاصه ای بود که باید به شما عرض میکردم. خب الان من یک قسمت اضافه میکنم به همین قسمت های سرورم. مثلا بخش جنرال این قسمت هم رو میام ادیت چنل رو میزنم، ویرایشش میکنم، جنرال رو میزنم که مثلا چی باشه، تکست آندرلاین یوتیوب، چنل تایپیک حالا میزنم که مثلا مستر آموزش باش تو، کتگوری میخواد فلانی میخواد، حالا یه چنل، بعدش هم نوتیفیکیشن سیتینگز، یعنی اون تنظیمات پیام‌هایی که ارسال میشه. حالا میزنیم که all message همشون بیان، بعضی هاشون بیان، هیچیشون بیاد. حالا من میزنم همشون بیان. خب همه اینا رو که انتخاب کردیم سیو رو میزنم الان و میبینید که یک قسمت تکست یوتیوب واسم ساخته شده. میتونم از این قسمت هم استفاده کنم. خب امیدوارم که از این آموزش لذت کافی رو برده باشی. آموزش در رابطه با ساخت یک حساب بود، نه ساخت یک سرور. حالا ساخت سرور هم تا یه جایی به شما آموزش دادم. امیدوارم که به کارتون اومده باشه و استفاده کافی رو از این آموزش برده باشید. خوشحال میشم در صورت مایل بودن اگر دوست داشتید یک حمایتی هم از ما بکنید. چیز دیگه نمونه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.